مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شب 8 ینور با نشر یک خبر مفصل هنوز 27 اوگوست سال 2020 دستگیر شدن و اخیراً از سوی دادگاه نویه رودکی به 7 سال زندان محکوم شدن ساکن 80 ساله دهه گلبوته این ناحیه و یکی از سابقه‌داران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نبیف دانه را تصدیق کرد. وزارت کارهای داخلی گفت دادگاه دانه نبیف را در تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی گناهکار شناخت. وزارت کارهای داخلی میگوید دانه نبیف در ساختار سابق حزب نهضت اسلامی به حیث قاضی فعالیت نموده ساکنان بیگناه جمهوری را به جزاهای وزنین‌ترین حتی تا حکم قتل محکوم میکرد و در کشتار عمومی ساکنان محلی ولایت ختلان اشتراک کرده است. به گفته وزارت کارهای داخلی بر اساس سازشنامه سال 1997 این حمله‌های نبیف مورد عفو قرار گرفتند، ولی او بعد منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در سال 2015 نیز به عملهای ضد قانونیش ادامه داده است. در گزارش وزارت کارهای داخلی دانه نبیف از جمله به آن ایبدار می شود که مبلغ‌های پولی از طرف خدمات مخصوص دولت‌های معین جدا شده را طریق استفاده مسیر انتقال مبلغ‌ها از کشورهای سوم قبول نموده آنها را برای پنهانی غایه‌های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه‌های جهادی صرف می‌کرد. مقدار معین مبلغ‌ها را توسط ناحیه 5 ولایت ختلان جهت دستگیری مالیوی اعضایان قنات جنگی تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی جماعت انصارالله به جمهوری اسلامی افغانستان انتقال داده است. قسم باقی مانده مبلغ‌ها را برای منفعت شخصی خود استفاده کرده است. قبلا رسانه‌ها خبر دادند که دانه نبیف با جرم رسانیدن کمک به اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محکوم به زندان شده است.